من تازگی چند تا شایعات راجع به خودم خوندم و یه ذره میخواستم راجبشون صحبت کنم که بهتون بگم همه چیزی که راجع من خوندین درست نیست. اولین شایعه اینه که من دو رگم. من 1000 بار بهتون گفتم که من یه رگم، این یه رگم ایرانیه. اگر میخواین میتونین بگی من دو رگم، ولی بدونین که اولین رگ ایرانیه، دومین رگم ایرانیه. دومین شایعه این است که من صورتمو جراحی کردم، که من بوتاکس یا فیله گرفتم. ببین من میتونم پیشنیمو تکون بدم، نگاه کنین. دیدین تکون خورد. شوخی میکنم. نگاه کنین من میتونم صورتمو تکون بدم. حالا من مخالف جراحی صورت نیستم، ولی من هیچ کاری نکردم به صورتم. اینم آدما گفتن که من بوکل فت ریموول کردم. بوکل فت ریموول اصلا تازگی من اصلا فهمیدم اصلا چی هست. ماه پیش نمیدونستم اصلا چی بود. اگر نمیدونین بوکل فت ریموول این است که چربیای لپتون رو ور میدارن و میذارن توی باسنتون. اون بی بی اله. چربیای صورت رو ور میدارن و میندازنش دور. نمیدونن چیکار میکنن با چربیای صورت، ولی آدما این جراحی رو میکنن که لپشون بره فرو، اینجوری بشن. من کلا اصلا این استخون بعدیم اینجوریه. اوکی، صورت ما بوکل فتی نکردم. آخرین شایعه که راجع به خودم خوندم این است که من هوش مصنوعی ام، AI. حالا نمیدونم به خاطر قیافم هست، به خاطر صدام، ولی میخوام بهتون بگم که من هوش مصنوعی که من هوش که من هوشی